ما خودم به خاطر تداوی آمده بودم، جور شده بودم. باز بعد از اون چقدر مدت میشد؟ تقریبا یک 2 ماه تیر کردم، 2 ماه جور شدم، عریضه کردن بر آمدم، باز در خاطر رضاکاری همونجا بودم. حال اونجا شفاخانه بود، کدام ملکی مانه چی حاضر نبود، شفاخانه بود. در شفاخانه ما تقریبا 1200 نفر همونجا بیستر بودیم معتادین. این شو رفتیم تراویر خواندیم، از تراویر خوانده آمدیم در روی محبته، بچه آن دیوالا قصه معرکه میکردن که یک وقت تیاره از بالای سر تیر شد، یک دم بمباری را شروع کرد. در میدانی دروازه شتگی بودم، یک دم که می بمب آمدم رو به رویم که می زد، یک چره می سینم کرد، هیچ نفهمیدم. یکم نیم ساعت وری هیچ خبر نبودم که من زخمی هستم. باز به رقم خودت هم لب سرک کشیدم تا لب سرک بر آمدم. از اونجا که نیست باز دیگه یک رشقابان خدا خیرش بده آوردم من دیم شفاخانه. در وقت خو اولین مریض به خیالم که ما بودم، چون که امبولانس تا اوجا می آمد نه وقت میشد، من خود به زودترین فرصت خود لبی سرک رساندم.